با نماد خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است با یک موضوع و بحث جالب. این نوبت در خدمت شما هستیم و در برنامه حضور دارند استاد سیف الله مولاجان، استاد دانشگاه ملی و یک نفر شخص آگاه، مورخ و داننده خوب تاریخ در کشور. از نام خودم، از نام دستاندرکاران برنامه کتابخوان شما رو به سن 50 رسیدنتان رو تبریک میگیم و باشد که 50 سالهای دیگر برای این ملت، برای این کشور، برای تاریخ واقعی و حقیقی این ملت خدمت کرده باشید. سپاسگزارم و سپاسی دیگر برای دعوتت. من میخواستم سراول از اینجا بحث رو آغاز کنیم که در همین تاریخ ملت ما، در روند تشکل یابی این ملت یا گذشته دور این ملت، اصطلاح یعنی غصب شدن ما از طرف کشورهای بیگانه قدرت‌ها چگونه صورت گرفته است و چه اصطلاح‌های مشهور رو ما در این تاریخ میدونیم تا از اونها پند گرفته باشیم. اگر ما تاریخ ما رو خواهیم ارزیابی کنیم از این منظری که شما گفتید، ما میتونیم تاریخی همین 3000 ساله مکتوب نوشته شده خود ما رو با یک جمله بیان کنیم. این تاریخی یا برای استقلال است، یا برای نگه داشتن استقلال، یا در لابلای گم شدن استقلال. یعنی تاریخ 3000 ساله ما از کلمه استقلال خالی نیست. تمام مبارزه ها، تمام جنگ ها، تمام پیکارها و تلاش های گذشته ما را اگر ببینید در محورش حرف استقلال است. یا استقلال هست، یا استقلال در آستانه برهمخوری است، یا استقلال در آستانه به دست آوردن است. ما میتونیم در تمام طول تاریخ این حرف شما رو ببینیم. بارها مورد تعرض، مورد اصطلاح، مورد تجاوز سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی قرار گرفتیم. و اگر ما حتی بخواهیم که تاریخ ما رو به همین 4 جمله بیان کنیم یا با 4 مرحله، میتونیم همین 4 مرحله بسیار شکننده را که از همه بیشتر در اینها درس بیشتر است. یعنی اگر تاریخ غرضش اگر عبرت باشد، بهترین عبرت برای سیاسیون امروزه ما، برای وضع سیاسی ما، برای تاجیکستان مستقلی امروزه همین 4 مرحله است که این 4 مرحله عبارتن از شکست از یونان، شکست از عرب، شکست از مغول و شکست از روسیه و از بلشویسم. هگل یک سخنی بسیار معروف دارد، میگفت که بزرگترین سبق تاریخ، درس تاریخ برای ما این است که ما از تاریخ هیچ عبرت نمیگیریم، با کمال تاسف. این سخنی معروف هگل است که میگفت که تاریخ برای ما بسیار چی میآموزد اما ما از تاریخ هیچ چیز نمیآموزیم. باشد که ما از درس های این 4 اصطلاح که مشخص اگر شما بخواید من با نوبت بیان میکنم، چیزی اساسی رو ما فراگیریم. اون وقت اون دولت ها هم، اون امپره هایی که مثلا ساسانی بود و یا دیگر هاش بودن، یک دغدغه های دولتداری داشتن، یک قدرت نمایی البته بالای مردم خودشون داشتن. اصلی ترین عامل شکستشون چی بود؟ ما بغیر از اون اصطلاح آخر که اصطلاح روسیه و بلشویسم بود، ما در 3 اصطلاح دیگر، یعنی در زمان اصطلاح یونانی، زمان اصطلاح عرب و زمان اصطلاح مغول، ما از قوم‌های شکست خوردیم که اونا از نگاه فرهنگی و از نگاه نظامی و سیاسی از ما پایین‌تر بودن. بله. یعنی جای تأسفی بود. و طور یکی از مورخان برجسته ابن خلدون میگوید تمدن یک چیزی بسیار عجیب است، یک نعمت است، یک دستاورد است، اما تمدن در برابر عظیم بودن و مهم بودنش یک نقص دارد، یک کمبودی دارد که تمدن وقتی که اگر آبیاری نشود، وقتی که اگر تمدن نهادینه نشود و مردمونه با اخلاق و با همین طبقه ها به هم دیگر سازش نکنند و اون تمدن اگر پاس ندارند، تمدن بعضا انسان ها و ملل فاسد میکنند. به معنی چی؟ به معنی که وقتی که ملل پیشرفته عالم میبینیم که وقتی که در نعمت ها، در رفاه و در آسایش غرق میشوند، اونا از نگاه شخصیتی درست که دولت یا تمدنی بزرگ میسازن اما خودی شخصیت از بین میروند، به خاطر اینکه در نعمت زندگی کردن انسان تنبل میکنن. و چون از یونان شما شروع کردید، اگر شما ببینید آثاری خودی دانشمندانی اگر یونانی رو بخوانید، هرودوت پدر تاریخ، کلینت کورتسی، استرابون و دیگران اگر بخوانید، یا که خودی فلسفه یونان اگر بخوانید، امروز بیشتری دانشمندان و نفرایی که درباره تاریخ فلسفه کار میکنن این نکته را اعتراف میکنن، اعتقاد دارن که یکی از منبع‌های بسیار مهمی اندیشه یونان نشأت میگیرد از فارس قدیم یا از زمان مردمی آریایی از ایرانی باستان
این اندیشه های آیین زردشتی و اندیشه هایی که در ایرانی باستان بود توسط بین النهرین به یونان آمده بود و یونانی ها به مردم فارس بسیار با احترام و با یک اکرام می نگریستند. و اگر شما قبل از هجوم اسکندر اگر ببینید تقریبا در حدود 100-150 سال این پلیس های، یعنی این شهر دولت های یونانی همش یا زیر تاثیر فرهنگی یا نظامی یا سیاسی ایران قرار گرفتند. و وقتی که اسکندر اول فیلقوس و اسکندر در یونان ظهور کرد، یکی از اتفاقا دغدغه ها، یکی از نیت های او دقیقاً گرفتن انتقام بود. یعنی اینها هم از نگاه سیاسی هم از نگاه فرهنگی پایینتر از ایرانی هخامنشی می ایستادن و اینها دولت های خردخورد داشتن. مثلا افین با اسپارت در حالت جنگ بود همیشه، یا یک کشور دیگرش، در حالی که امپراتوری هخامنشی از مصر و بحر میانه زمین سر کرده تا دشت های نزدیک دشت های سیبرو تا هند و تا دیوار چین فرا میگیره. یعنی امپری بسیار بزرگ و اینها قصد انتقام داشتن. نکته دوم، ما اگر همیشه در تاریخ اگر از قدرت اسکندر و از لشکرکشی و از نبوغ نظامی اسکندر بگویم، ما برای ما این چیز خیلی مهم نیست، ما هیچ پس یاد نگرفتیم. بله ما همیشه همین حتی در فیلم ها تبلیغ میکنیم، در گفتمان تبلیغ اسکندر شکست نخورنده بود، یک شخص خیلی بقات. ما از ساسانی بیشتر اسکندر را دوست می‌داریم، حتی بچه‌هامون اسکندر نام میکنیم به خاطر آنکه ما اسکندر درست یکی از اگر در تاریخ اگر 10 مرد بزرگ نظامی اگر گذاشته باشد، یکیش همین اسکندر است. یعنی در قطار ناپلیون و مثال با دیگر سرلشکران دنیا، تیمور دیگرها، یکی از نابغه های نظامی جهانه. در این باره شبه نیست. اما چی شد که این محبوب شد و اصلا پیروز شد؟ ما باید اسرار این برگردیم در داخل مرزهای ایران و آسیای میانه جستجو کنیم و به همین منوال ما باید همه شکست ها ما رو، همه پاشخوری و از دست رفتن استقلال ما رو در همین قدرت چنگیز و قدرت قتیبه و تیمور و اسکندر جستجو کنیم. ما باید ببینیم چی اتفاق افتاد داخل خودمون. میدونید یک نکته دیگه میخوام به شما بگویم. ما در اکثر دور و زمان در همین 4 استیلایی که شد ما میتوانستیم جهان نجات دهیم. مثلا در زمان آمدن اسکندر اگر دارای سه و هخامنشی ها و من مردمی آریایی اگر استادگری میکردن، تمام شرق از این تجاوز اسکندر نجات میافت. اگر ما در زمان آمدن مغول ها که ما صد راه اولی مغول ها اول ما را زدن، یعنی به گفته خودی مورخای اون دوره اگر اول سرزمینی تاجیک زدن، خودی ما چنگیز میگفت، بعد راه یافتن به مثال کشورهای عرب و تا اروپا یافتن و همچنین دیگر. یعنی ما میتوانستیم گذشته از اینکه خود ما را دفاع کنیم، استقلال خود ما را دفاع کنیم، ما میتونستیم جهان نجات دهیم. ولی ما متاسفانه در اون زمان اگر ببینیم در هر همین 4 مرحله یکی از نقص های ما این بود که ما در داخل جامعه اتحاد از بین رفته بود. درست که یک قدرت جهانی بود هخامنشی ها، ولی از داخل پوسیده بود این جامعه. چرا؟ چون نظام طبقاتی یک، دوم در بین ملل، در بین قوم ها یا که خاندان هایی که در حکومت بودن با سایر قوم ها یک تضاد و یک اختلاف بود. مثال طوری که یونانی ها گفتن، طوری دیگه مورخ ها گفتن، در حکومت هخامنشی ها قدرت بین 2 قوم آریایی، بین فارس ها و ماد ها تقسیم شده بود. یعنی دیگر راه نمیدونن در قدرت. دیگه سغدی و باختری و پارتی و کرد و دیگه قوم های آریایی دیگه به کرانه رانده، بعد کنار زده بودن و خودشان همه چیز گرفته بودن. یعنی اینها دست یک گروه بود حکومت. اینها خودشون در قدرت سیاسی و در اون نعمت ها حتی اشراف اینها شریک نمیدونستن. به همین خاطر اینها خودشون محروم میدونستن. نکته دیگر، ما در تمام طول این 4 اصطلاح و این 4 از دست رفتن استقلال یک واقعیت دیگر باید بگوییم. ما همیشه در وقتی که یک دشمن میآید، جامعه ما امروز تاجیک میگم، منظور شما باشد از ما آریایی سر کرده، همین مرحله ها رو ما در نظر دارید. خب من تاجیک گویم، خب آریایی گویم، خب فارس، خب ایرانی، خب یعنی ما یک معنی دارن. ما در همین 4 در هر 4 مرحله
یک کمبودی جدی ما این است که ما وقتی که دشمن می آید ما یک تن نیستیم. ما یک گروه نظامیامان یا روشنفکرامان، یعنی یک نخبه های جامعه میروند زبان یک میکنن با اصطلاحگر وارد میشوند، یک گروه دیگه مقاومت میکنن. شما در تمام تاریخ همین شما نگاه کنید وقتی که اسکندر می آید ما در برابری همون ستی برزن و در برابری سپیتامین که اینها چقدر با جسارت مقاومت کردن که اینقدر اسکندر از جنگاوری و از نبوغ نظامی و از جسارت این سپیتامین شگفت زده شد که بعدیان که این حتی کشتن، سرش بریدن، فرمان داد که از بالای سری بریدش مجسمه‌اش سازید که مجسمه شما میدونید اون مجسمه‌اش پیدا شد. تصور کنید تاریخی 2300 2400 ساله یکی از اولین عکس‌های یعنی مستند تاریخی ما همین هیکلی سپیتامین است. لیکن همین سپیتامین میبینیم کی میکشد؟ گروه اشرافای خودی همین مردمی سوق از ترس اسکندر نه به خاطر اینکه اصلا میبینن میگن که این در برابر این امپیر نمیتونه ایستادن، این سر اینو میبرن در این کار زنی سپیتامین هم شریکه. یعنی تصور کنید ما دو دستگی داریم، ما یک دستگی. اگر ما در تمام این مرحله اگر همین یک دستگی ما باشه دیگر من مطمئنم که هیچ کس نمیتونه پیش رفتن. این یک نکته. نکته دیگر در تمام دور و زمان ها وقتی که دشمن میخواهد رخنه کند راه نشاندهش خودی مردمی این منطقه هستند. یعنی مردمایی که در اهرام سیاسی هستند در حکومت همراهند، یکی اونها کنار زده میشوند یا از قدرت میروند یا ناراضی میشوند، اینها میروند دنبال دشمن انتقامگیری از دیگر. انتقامگیری ببینید این یکی از ضعف. البته ببینید این میدونم برای گفتنش برای من، شنیدنش برای شما و برای بیننده های ما بسیار دردآوره، اما ما باید این نکته رو بگوییم و عبرت گیریم. اگر خواهیم میگوید که تاریخ عبرت های، پس ما عبرت بگیریم. ما چیکار میکنیم؟ من ناراضی باشم اگر نمیگم که در این کشور 10 میلیون تاجیک زندگی میکند، در این کشور 7 پشتی من خوابیده است برادرای من میخواهم به خاطر اون که خواستم از یک نفر را که من کنار زده است یا روزی به من بدی کرد نکشته است من زنده ام، به خاطر همین یک چیزی که من یا که راه نیافتم میروم به آسیاب دشمن آب میریزم، اون تحریک میکنم، تحرک میبخشم و اون راهنمایی میکنم، میگم که چطور باید یعنی نکته های ضعف کشور و مردم خودم با اون میفروشم. شما در تمام این دورهایی که من نامبر کردم بگویید، من برای شما نمونهش میارم. این نکته سیومی عجز و ناتوانی و نقص ما در طول تاریخ است. شکست ساسانیان از طرف عرب ها چگونه صورت گرفت و اینجا چی بود عاملش؟ اونجا گفتید که چند عامل بود که مثلا ضعف قدرت ها یا خشتبار شدن حکومت یا قبیلوی شدن حکومت یا دیگران رو به اداره حکومت راه ندادن و چند عامل های دیگر که بود، یعنی خودی مردم هم بعضا کمک کردن چون از این حکومت ها خسته شده بودند. در ساسانیان چه اتفاقی افتاد که عربا فکر میکنم خیلی با آسانی ضبط کردن و گرفتن؟ عامل اصلیش اونجا چی بود استاد؟ من باری دیگه یک نکته رو میخوام تاکید کنم که به اندیشه من ما تمام خط تاریخ ما یک خط است، ما دو خط نداریم. یعنی ما بعضیا فکر میکنن که ما زمانی تا اسلام تاجیکی تا اسلام دیگر است، تاجیکی بعد از اسلام دیگر است. بعضیا فکر میکنن که ما تا اسکندر یک خلق بودیم، بعد اسکندر دیگر، بعد از عرب دیگر، بعد از مغول دیگر. نه، ما در تمام همین 4 مرحله تاریخی که ذکرش در بالا کردیم ما یک خلقیم و شاید تأثیر خلق‌های دیگر طبعا استاد غفور هم میگن در همین تشکلیابی خلق تاجیک نقش خلق‌های بیگانه از جمله عرب‌ها، یونانی‌ها، ترک‌ها و مغول شاید بسیار باشد، شاید 10% باشد. ما 90% در داخل خود ما جوشیدیم و این خلق همون خلقی است که همون زبان آمد. دو سلسله آریایی، ایرانی، تاجیکی که برای زدودن آثار یونانی و برای دوباره تجلی کردن استقلال و زبان و فرهنگ خدمت کردن و بسیار همت گماشتن، اینا یکی در قسمت ایران اشکانیان بودن که تمامی آثار یونانی را اینا از بین بردن و زبانی پهلوی را آوردن، زبانی محلی را. و در این قسمت آسیا مرکزی و افغانستان سلاله کوشانیان که ما البته کوشانیان در اول و اشکانیان هم اول ناگزیر بودن تا جابجا شدن خط از خط یونانی استفاده بردن. یعنی ببینید استعمار یونانی ها تا جای سخت بود که کوشانی ها که بعد از 200 سال اینا میان حکومت میگیرن با زبانی باختری، یعنی با زبانی تو زبان در همین کتیبه‌ای که در رباطک و در این حدود افغانستان یافت شد
باز میگن با زبانی آریایی میگوین، اما خط هنوز خطی یونانی است. یعنی تاثیر استعمار خیلی سخت بوده است. سخت است. این دو سلسله را ذکر میکنیم و حکومت از دست این دو سلسله ساسانیان گرفتن. ساسانیان واقعا یک دوره بسیار تثبیت ثبات، یکی از دوره‌های بسیار درخشان تاریخی تا زمان اسلامی ما است و ما ساسانیان خودشون پیوند میکردن به هخامنشی‌ها و خودشون وارثی هخامنشی‌ها حساب میکردن. ببینید یک نکته، اینا میخواستن که اشکانیان حذف کنن. چرا؟ چون بعضا وقت خودشون زیر سایه اشکانیان میدیدن. یکی از کم نقصی ساسانیان بود. اگر شما نگاه کنید، ما از ساسانیان تاریخشون یک کمی پیچیده و یک کمی نامعلوم است. چرا؟ چون تو میتوانستن ساسانیان این تاریخ زدودن، نخواستن خودشون مستقیم برن، لیکن نمیشود. در این بین اشکانیان هستن. این اشکانیانی جوانمرد و تهمتنند که زدند و شکستند یونانی ها را و این سرزمین به استقلال رساندند. یادشان گرامی بود. اینها 400-500 سال حکومت کردند. و نکته دیگری که اشکانیان یک کمی مظلومند در تاریخ ما. از شما ببینید از یونان آمدید به اسکندر و از یونان ذکر نکردیم از اشکانیان، به خاطر اینکه این کمبودی استفاقاً علم تاریخی ما هست و در اینجا نقش ساسانیان هست که این آثار خواستن زدوده کنن، خودشون مطرح کنن. این اتفاقاً در تاریخ بسیار میشود که یه حکومت پیشتر به حکومت دیگر برات تاریخش و حافظش و خاطرش کم میشه. بخاطر اینکه اما میدونید این عجزه، این عاجزی نه حکومتی که قدرت دارد، حکومتی که به خودش باور دارد و حکومتی که من فکر میکنم که واقعا مردمی هست و حکومتی که سالم است و پاکیزه هست، برعکس اون آثاری اونو باید نگاه دارد، حفظ کند و آثاری از اون بهتر سازد. بگو شما ببینید که ما ساختیم و از اونها بهتر ساختیم. و ساسانیان این آثار متاسفانه از بین بردن و ساسانیان در یک تاثیر دیگری اشکانیان این که اینها قدرتی بودند که امپری جهانی ریمش چند بار شکست دادند. اشکانیان در یک جنگی که شده بود اون شکست دادند و اصلا اروپا را از این خطر این امپری ظلم و ستمی اروپایا و قسما اصلا بیشتر مردم شرق نجات دادند. یعنی همون وظیفه‌شون اجرا کردند. ساسانیان فرصتی بیشتر داشتن در تاریخ، چون ساسانیان یک شاهنشاهی بسیار با ثبات و با نظام تأسیس دادن. اینا واقعا خدمت کردن. اینها در امور نظامی و سیاسی بسیار موفق شدن. اینها اولین خاندانی بودند که حکومت تئوکراسی و حکومت دینی را یکی از کمبودیاشون این بود که اینها خودی اردشیری بابکان میگفت که دین پایه تخت است و تخت پایه محراب است و محراب پایه تخت. اینا حکومت تئوکراسی یا که دینی بنیاد کردن و به خاطر اینکه حکومت خودشون مطرح کنن، اگر ما عکس ها و مجسمه ها رو ببینید دیگر اینا پادشاهاشون میگن که ما حکومت از اهورامزدا گرفتیم. یعنی حکومتشون صیغه و چی الهی میدادن که به خاطر اینکه مردم اونا رو اعتراف کنن. گپی معروفی که میگفتن که پادشاه سایه خدا است، اینا همین مسئله رو مطرح کردن و گفتن که ما حکومتمون بلا منازع است، باید هیچ کس با ما جنگ نکند. اما در برابر خدمت اینا یکی کارشون این بود که اینا دین با دولت همراه کردن و دولت ها میدونید که در طول تاریخ به خاطر اینکه به خودشون برسن و اینا حکومت‌های خودکامه بودن، شاهنشاهی بود و اینا هر چی که می‌خواستن می‌کردن. اینا مثلا پارلمان نداشتن، اگر در نظر مردم مطرح نبود، نظر مردم اصلا مطرح نبود و اینا یک چیز فراموش کردن که وقتی که اینا ظلم میکنن، اینا تأثیر دین در بین مردم کم میکنن. ببینید در گوجه‌ای که دین حکومت میکند یا دین حکومت نمیکند، نه ما درست میگم مگر دین دارون از نام دین، یک به اصطلاح یک شاعر میگفت سفلگان غافل از دین مبین، قاتل مردان دین با نام دین. اینها با نام دین مردم میکشتن، ستم میکردن و نتیجهش چی میشد؟ مردم از دین دور میشدن. یکم دین اون جاذبه الهی و اون پشتیبانی مردمی بودنش گم میکرد و به خاطر ما میبینیم که اینها در زمانی که ساسانیان بودن دین زردشتی را رسمی کردن. بعد از شاهنشاه نفر دوم موبدان یا موبد بود که اون هم قاضی بود، هم مفتی و همه چی بود. حتی اینا اینقدر تأثیر گذار بودن کاهنان و موبدان که در این تبدلات در تخت کردن پادشاهان اشتراک میکردن. یا هر
شاهی که از گفته اینها میبرمد اینا در نظر مردم همچون عاصی و گناهکار حساب می‌کردن. مثلا تاثیر خیلی سخت داشتن، خیلی تاثیر داشتن. و در این زمانی بود که از سمتی در زمانی ساسانیان از سمت غرب مسیحیت اومد، از سمت شرق بوداییت. و از بس که در زمانی ساسانیان دین رسمی بود و کاهنان و اون روحانیان زرتشتی هر نامعقولی که میخواستن، هر غلطی که میخواستن دلشان میکرد، مردم از نفرت به اینها از آیین زرتشتی دور شدن و مردم شروع کردن گرویدن به مسیحیت و بودایی را. و کدام پادشاه ساسانی که با مسیحیت کمی مناسبتش خوب میکرد، اینا یک کار میکردن که یک تبدلات کنن، اونو برکنار کنن. دیگرشان از مردم که فاصله گرفتن، کمبودی دیگرشان این بود که نظام طبقاتی بسیار شدت یافت. جامعه 4 طبقه شد: حکومتداران، دوم ارتشداران، سوم ارتشداران، دوم همون کاهنان موبدان و چهارم طبقه مردم. یعنی این طبقه ها چنان شدت گرفت که حتی اینا هر کدامش آتشکدهش جدا بود. آتشکده یک گروه در خراسان بود، این یک گروه در فارس، اینش در آذربایجان. یعنی هر کدام معبدی خودش داشت. تصور کنید تجزیه مردم. ببینید مردم دین در سیمای دین خودش یعنی متکا و تکیهگاه نمیدونست. و این طبقاتی، این نظام طبقاتی تا جای تأثیر گذاشت که فردوسی، شما میدونید که به ساسانیان و به اشکانیان و به هخامنشیان و کیانیان چقدر محبت داره. عاشق اونا هست. لیکن با وجود این فردوسی که یک مرد دانشمند است، یک حکایت میارد از زمان خسرو انوشیروان. میگد که در زمان خسرو انوشیروان برای دولت پول ضرور شد. یک پول میخواستن بگیرن، یک کاری کنن. یک نفر گفت که فلان یک موزدوز همین ثروت دارد. رفتن گفتن این پول پادشاه از تو میخواد برای قرض. گفت من راضیم، فقط یک خواهش دارم، بچی من اجازه در همراه بچهای شما درس خوانند. میگم وقتی که این آمدن، تازه بینید این در زمان خسرو انوشیروان که ما اون انوشیروان عادل میگویم، عادل تر بینید، عادل ترین شاه ساسانی، وقتی میگن که قبول دارد اون موزدوز، فقط خواهش کرد که بچه من همراه بچهای شما درس خوانند. گفت نه، قبول نکرد. عادل ترین شخصی اون وقت. یعنی حتی معلومات دانش اندوزی را که حق مسلمی تمامی طول تاریخ است از نفری. چرا میگن این بچی اگر دانا شود، پگه به بچی من تو شاه وزیر میبرد، این چی نخواد میگه بچی گدا آن بیاد با همراه بچی ما بشیند در سری، حتی بر سری سفره علم نشستن میبینن. به همین خاطر ما میبینیم که در اواخر نکته 4 شما نگاه کنید، در زمان ساسانیان 2 قیام مردمیه که ایران اصلا برهم زد. یکی قیام مانی، دیگری قیام مزدک. یعنی بعد از قیام مانی در عصر 3 و قیام مزدک در عصر 5 اصلا دیگه ایران به خود نامد. قدر سخت بود تاثیر این شورش. هر دوش اگر شما بینید مانی رو میبینید، این همون تعلیمات مانی بر یک آمیزشی از زرتشتیه، بوداییه و مسیحیت بود. و مزدک یعنی قیام علیه نظام موجوده و این نظام طبقاتی بود. و فردوسی وقتی که مزدک ذکر میکنن میگه مزدک میگفت همه گفت هر کو توانگر بود تهی دست با او برابر بود. نباید که باشد کسی برفزود، توانگر بود تار و درویش پود. جهان راست باشد که باید به چیز، فزونی حرام است و ناخوب نیست. و نکته 5 که ما همین بازم میبینیم همینه، وقتی طبقه ها، جامعه، مردم ناراضی شدن، مردم در جستجوی راه نجات از حدود ایران بیرون میرفتن، یا مسیحی میشدن یا بودایی میشدن، یا اصلا میرفتن فکر میکنن که یک نفر بیاریم که از این خاندانی ستمگر، هر کسی باشه اجنبی است. شما نکته دیگر ببینید، درست که این نظام شاهنشاهی مرتب، اما در دوام 10 سال زمانی که عرب ها علاقه متحد شدن، در نیمه جزیره عربستان پیغمبر ظهور کرد، اینها بسیج میشدن، جمع میشدن در ایران، در دوام 4 سال 10 پادشاه عوض میشود. یک کمیت شد. ببینید اینقدر خودی خاندانی، اصلا خاندانی شاهی کشور از بین میبرند، مردم نه. تا اینکه عرب ها بیان علاقه این ساسون از بین رفته بود، حکومت از بین رفته بود تقریبا. نکته دیگر شما نگاه کنید، یکی از پادشاهان مرد یا کشتنش، این چی نداشت، فرزند، هنوز فرزندش به دنیا نامد، زنش حامله بود. گفتن چیکار کنیم، زنش حامله، پسر عمکش نه. آمدن وقت در همون مراسم تاجگذاری کاهنا و موبدا آمدن، همین زنی حامله رو گذاشتن در بالای تخت، در بالای شکمی همون دمیده او تاج همون پادشاهی رو گذاشتن، گفتن که این از این شکم هر کس که بیاریم بیاد اون شاه. دلیر جان،
ما اصلا آدمی در خانه‌های امروزی جهان میگن که تا از 30 یا از 40 بالا ها، بله بله، آدمی که به دنیا آمده است اون شما پادشاه میگیرید، پیداست از اون میان چی خواهد برخاست، چی میشد از این کشور. یعنی این کشور یعنی مقهور به شکست با این نظام. و نکته آخر درباره ساسانیان دادر جان، شما سرنوشت سلمان فارسی رو ببینید. اولین مسلمانی تاجیک گوی من سلمان فارسی. این سلمان فارسی نامش روزبه. همین یک اندیشه کنید این آدم زردشتی است. زردشتی او رو قانع نمیکند، میگه این یه دینی با خلل است. میرود مسیحی میشد، از مسیحیت با آمده اسلام میارد. خودی همین سرنوشت سلمان که بعد در وقت فتوحات عرب ها پیش لشکری مسلمان ها هست و آمده حتی در پایتخت پیشین ایران آمده به حکومت میرسد، یعنی حاکم مدائن میشد، خودش فارس و بسیار اون جنگ معروف خندق که با تشبوسی اون است، این لشکرکشی یا یک نفر دیگر اگر اشتباه نکنم نامش زادانه، اونم از فارسی است که در یمن است، اونم مسلمان میشود و اصلا راه میگه بیام شما راه نمیریم برید این حکومتی فاسده براندازید. یعنی درست که ما ببینیم در جنگ ها عرب ها پیروزی از نگاه نظامی برترند از نگاه روانی، لیکن این حکومت از داخل پوسیده است. این نکته رو ما باید فراموش نکنیم. چرا وقتی همین عامل بررسی همین گونه اصطلاح مثلا یه ایده از مورخان خیلی بنفرت مثلا صحبت میکنن، همین عاملاشو نمیگن که دولت خودش این خیلی شد، یعنی فرزندو از داخل این کشور بیرون رفتن و خودشون دیگر آدمای مثل سلمان فارس یا دیگرها که اونا میدونستن آگاه بودن حتی تجربه کردن اومدن مثلا زردشتی نشد مسیحی نشد اومدن اسلام. چرا بسیار از مورخان چی در زمان شوروی چی در زمان امروز این عامل ها رو به اینابت نمیگن؟ چرا تاریخ به نفع خود میخوان رقم بزنن که این من فکر میکنم اشتباه است. تو نگاه کنید همین تاریخ دوست نمیدارد نفرت و محبت. یک نکته دیگه در تقویت سخن شما، ما اگر با اساسانیان یک برویم دیرتر به سامانیان، حاضر ما تقریبا 90% ما تاجیکا بر این باوریم که استاد لایق یک شعر معروف دارن آلی سامان، بعد در آخری هم شعر میگن که آلی سامان اگر اشتباه نکنم طفلی یک روزه تاریخ تاجیک زاد روزت یاد بادا غور مرگو. یعنی ما فکر میکنیم که سامانیان یک خاندانی مظلوم بودند که همین ترکا از دو طرف درست از دو جانب از سمت ترکستان و از خراسان محمود غزنوی آمدن این خاندان از بین بردن خودشان حکومت گرفتن. لیکن شما حکومت 10-20 سال آخری خاندان سامانی رو بخوانید چقدر در اونجا اشتباههای جدیه. در همین خاندان هم یک مثال وقتی که احمد فرزند اسماعیل سامانی رو میکشن غلاماش، بچه این نصری که با مقتدرترین پادشاهی سامانیان است، این بچه 9 ساله بود. میگن که در بالای یکی از وزیرا جهانی یا بلعمی بچه 9 ساله رو در بالای کتفش شیناند آورد در بالای تخت. وقتی که اون درآمد فکر کرد که کودک بودین این میخواستم به تخت شاهی شدن، این ریشی همون وزیر کنده داد میگه که شما میخواهید مثل پدرم منو بکشید. گفتن نه ما تو رو میخوایم پادشاه کنیم. نگید شما نکشید من پادشاهی نمیخوام. وقتی یک خاندان از میان یک خاندانی که صدها نفری شاید از نگاه نظامی و دانش با بصیرت است میگیرن به خاطر اینکه از همین تخمه باشد یک بچه 9 ساله میمونن، شما چی انتظار دارید؟ یعنی خودی تمام اصطلاح ها متاسفانه در برابر این که قدرت های بیگانه اند. ما باید برای درس تاریخ امروز هم این چیز برای مهمی است، ما باید از داخل زمینه باید معاینه کنیم. فکر میکنم درباره اصطلاح یونانی ها و عرب ها خیلی مفصل صحبت شد. اصطلاح مغول ها چی گونه بود؟ من فکر میکنم یک دوره با تاریک‌تری تاریخ در این دوره است. این چگونه اصطلاح بود اصطلاح مغول ها با فکر اندیشه شما؟ اصطلاح مغول هم یک اصطلاح خانه برکن بود و اون سخنی معروفی که یک بخارایی وقتی که گریخت فرار کرد آمد به نیشاپور، وقتی که مردم نیشاپور پرسیدن که چی شد، این وقتی که نفسش گرفته بود گفت که آمدند و کندند و سوختند و بردند و کشتند و رفتند. و میگن که این 5 فعل همچنان گذاشت که از این زیباتر یک فاجعه نمیتوان بیان کردن. اینا واقعیتش همین بود، لیکن اینها از بیابان خسته بودن، یک مردمی از فرهنگ و تمدن و از اینها دور بودن، اما از نگاه نظامی بسیار با رقابت بودن
و باز هم اینجا ما نگاه میکنیم که در همین لشکرکشی مغول هم تمام جاسوسان چینگیز تاجرای همین تاجیک و دیگر منطقه آسیا مرکزی، یعنی تمام این حرکت های داخلی این خاندان تقویت دادن، نه با چینگیز میرسوندن، یعنی خبر میرسوندن. خبر دوم این که خودی خاندانی فاسدی محمد خوارزمشاه و اون مادری بسیار خواهش ترکان خاتون و بعد نیزاهایی که در داخل بود، خاندان‌های مثلا اونجا خاندانی بود با نام خاندانی صدرها، خاندانی روحانیان، خاندانی اهل تصوف. یعنی ما می‌بینیم در قطار اون دیگر اشتباه‌های سیاسی که شد در داخل همون زمان جامعه تاجیک بسیار یک جامعه پراکنده پر از، من برای چی جامعه تاجیک میگم؟ به خاطر اینکه زمانی مغول‌ها زمانی اوج تمدنی تاجیک، یعنی تمدنی اسلامی تاجیک با مغول‌ها اصلا به انجام میرسد. ما بعد از مغول‌ها این تمدنی که میبیاد مسلمانی ترکی مغولی است، به خاطر اینکه مغول‌ها آمدن حکومت خلافتی عربه، حکومتی که مثلا تاجیک‌ها هر تاجیکی میرفت، مثلا یعقوب هم این کارو کرد، دیگران هم بویهیان هم کردن، خلافت میگرفتن. سلجوقیان هم دلشون نمیشه میگفتن که خب اینا اولاد پیغمبران در حکومت باشن. مغولا آمدن اصلا اولاد پیغمبر همون منظورشون کی بود؟ عباسیان از حکومت برانداختن، اصلا خلافت از بین رفت. در قطار اشتباهات دو تا کار ما باید ذکر کنیم. بعد از دوره مغول تأثیر زبان پارسی در ایران و آسیا مرکزی زیاد شد. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ارتباط با بغداد و با خلافت دیگه از بین رفته بود. در اینجا نقش دیگه زبان فارسی گذاشت. یک دوم اینکه مورخای اون دوره یک حکایت میکنن، میگن که امنیت چنان با وجود همین بدبختی‌ها و مصیبت‌هایی که برای تاجیک اومد، هیچ مصیبتی به اندازه مصیبت مغول زیاد نبود. اما میگن که امنیت چنان برقرار شد که اگر از پکین توسط آسیا یمنی یک نفر زن تا ریم می اومد، در راه هیچ کس اون رو تعرض نمیکرد، چون از نگاه یعنی حکومت نظامی و تأمین امنیت چنان قوی بود که یعنی کسی اگر به کسی تعرض میکرد قتل میکردن. و دیگه در این زمان هست که همون قانونهای مغول یکی از نکته های امتیازش همین بود که اون قانونها فروختن و خریدن دیگه نمیشدن، یعنی کسی فروخته یعنی بسیار نظامی آهنین بودن. اما من با شما موافقم که این یکی از فاجعه های بسیار بزرگ ملی ما بود که موافق یاسای چنگیزخان اگر تا این زمان حکومت در دست خلیفه بود و خلیفه باید حتما عرب و قریشی میشد، این مغول ها برهم زدن و موافق یاسا، موافق قانون مغولی، به حکومت فقط تنها کسی میرسید که از نسل چنگیزخان باشد. در همون وقت این فقط در همون وقت نه، تا عصر تقریبا تا اومدن بلشویک‌ها. حتی تیمور با اینکه مغول ها رو میزند به جای مغول ها میاد، خودش نمیتوند خان گرفتن، چون میدونید که این چی نیست، درست نیست، از نظر قانونی اون یاسا درست نمیشه، چون که مغول نژاد این از اولاد چنگیز نبود. بعد یک زنی مغول میگیرد، خودش میگه کرگان داماد، با یک نفر مغول در حضورش حتما میموند با نام خان، میگه خان اینه، من امیرم. یعنی این قانون یاسا قدر سخت بود، قدر سخت بود که و برای چی منقیتا و اینا به حکومت رسید. اینا هر کدامش دعوا داشت که ما با چنگیزخان اولادیم. این 400 500 600 سال این قانون استوار بود و تا عصر تقریبا 18 19 این قانون بود که یعنی فقط ذات چنگیز حق دارد به حکومت رسیدن. با این اصطلاح یا غصب شده دیروز، یعنی این اصطلاح روس ها و بعداً بلشویک ها، یعنی بلشویسم، یعنی اول روسیه پوچویی اومد و بعداً بلشویسم اومد و این یک چیزی نو است که ما تاریخ یاد دارد، گذشتگان ما یاد دارن و همه خیلی نسل به نسل یک چیزی تازه است، یعنی چیزی نو است. اگر این چیزی که گفتیم از تاریخ 1000 ساله و 500 ساله و 3000 ساله، من فکر میکنم اصطلاح آسیای میانه از طرف روس ها این یک تاریخ نو است، تاریخ جدید است. فقط یک چیز جالبش این است که اکثر مردم خیلی کنار بگذاریم، اکثر زیایا یک برخورد دیگرگونه دارن، یعنی تا این سه اصطلاح را اصطلاح میدونن و اینها را فاجعه میدونن برای ملت. و زمانی که گپ از اصطلاح روس یا بلشویسم میرود،
نه تنها اینها را درست نمیشون، حتی توجیه میکنن و سفید هم میکنن که اگر اینها نمی اومدند، یعنی روس ها نمی اومدند، بلشویک ها نمی اومدند، ما 1000 سال دولت نداشتیم و اینها ما را صاحب دولت کردن. همین اندیشه از نگاهش میاد مورخ تا کجا درست است که ما 1000 سال دولت نداشتیم و اینها بودن ما صاحب دولت شدیم. ببینید ما وقتی که مورخای یونانی درباره اصطلاح آسیا میانه می نویسن، مورخای یونانی حتی ابتدای تاریخ از همون زمانی میگفتن شروع میشود که یعنی مبدأ تاریخشون اگر مسیحیات تولد مسیح، مسلمان‌ها هجرت پیغمبر گویند، اینا میگفتن که وقتی که اسکندر از همین خلیج پلسپوند گذشت به سمت تاریخ نف شد. یعنی اینقدر شیفته اسکندر بودن که میگفتن اسکندر نجات بخش بود و اسکندر تمدن آور بود. و طوری که شما میدونید تمام مورخان مسلمانی این لشکرکشی رو میگن نامش فتوحات و همچون نجات. تبری تمام مورخای تاجیک هم. و کسی که در مقابل اینها جنگیده است اون رو سیاه میکنن. شما تصور ببینید وقتی نام مقنع بیاد تبری یا که نرشخی میگه خاک بر دهانش. شما فکر نکنید که مورخای دوره مغول چنگیزخان دشنام میتیان. شما همین مورخای زمانی مغول تاجیکند. جوینی تاجیک است، تاریخ جهان کشا. عطاملیک و رشیدانی فضل الله جامع تواریخ تاجیک است، وصاف تاجیکای تاریخ نوشتن. اینها میگن که خیریت پادشاه صاحب خیران آمدند و این اونا فکر میکنن میگفتن کاری نادرست کردن، میگفتن نجات بخش بدین. و ما به خاطر اینکه ارزیابی کنیم به رجوع کنیم به استاد غفورов. استاد غفورov اصطلاح یونانی را استوری یونان ذکر میکنن، میگن چی فاجعه ها آمد. استوری عرب ذکر میکنن چی فاجعه، استوری مغول چی فاجعه. اما چون خودی استاد غفورov برکشیده و پرورده زمان شوروی و امپری روسی و بلشویزم بودن، میگن که با آسیا همین کتاب تاجیکان با آسیا میانه همراه شدن، با روسیه همراه شدن آسیا میانه. نگاه کنید با حتی سال 60 یک اصطلاح دیگه، یک واژه دیگه پیدا شد، اختیاراً همراه شدن. اختیاراً یک نکته دیگه برای شما بگم، من امروز کاش می آوردم. یک 3-4 سال قبل در مسکو یک کتاب نشر شد، کتاب کلان علمای تاجیک و علمای روس درباره 25 سالگی برقرار شوی مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه. شما می‌دونید همون کتاب با چی شروع می‌شود؟ نه ما نخوندم. کتاب در صفحه اولی کتاب مکتوبی اهالی شهر خوجند با زبان ازبکی است. سال 1866 به امپراتوری روس نوشتن که ما رو به هیئت خودتان همراه کنید. شما چی از این چیز دیگه انتظار دارید؟ کتاب نوشته یعنی شما خدا خواستید. درست نفرایی بودن. وقتی که ما درباره اصطلاح گپ میزنیم ظاهر جان و شنونده های عزیز، شما فکر نکنید که من از کارهای امیر مظفر فاسد، از کارهای امیر نصرالله قصاب، از خاندانی بدبخت و منحوسی امیرعالم خان من منغیت یا اشترخانی تمجید میکنم. نه، اینا خاندانی بسیار فاسد. یک فکت میبرم. پیش از آمدن روسا در بین بخارا و قوقند اینقدر جنگ شد که همین استرافشان است که اون وقت او رو تپه میگفتن. در دوام 50 سال استرافشان 60 بار از دست به دست گذشت. شما ببینید حالی اون مردم به یاد بیارید که دو تا لشکری تاراجگری بخارا و قوقند می آمدن. شما تصور کنید اون مردم چی فاجعه را اثر گذارن. در دوام 50 سال 60 بار، یعنی هر سال گویا که یک و نیم باری این طرف اون طرف و هر بار میدونید همراه با غارت، با تعدی، با جفا، با کشتار، با تجاوز. شما از یعنی روس ها اومدن درست این جنگ های خاندان ها از بین رفت و درست با اینجا خطی آهن کشیده شد. اما یک نکته شما فراموش نکنید، اونها از 5000 کیلومتر به خاطر آن نامدن که این مردم خلاص کنن. اگر مقصدشان خلاص کردن بود اینو سفارت میفرستن که بس کنید جنگ بس. یکی اونا برای نیازی خودشان آماده بودن. خود این مورخای روس میگن که در میانی عصر در سال 60 عصر 19 در امریکا جنگ شهروندی شد، پخته صادراتش قطع شد، پخته یافت نشد. یکم برای پخته آمدن. دوم اینها در جنگی که با عثمانی کرده بودن سال 1853 در جنگ کریم با عثمانی جنگ روسیه باخت. باید جبران میکرد، اون آبروی ریختش باید برقرار میکرد. بعد اطلاع میآوردن که در آسیا میانه فقط جنگای در آسیا میانه بی‌نظمیای و آمدن اینجا در مدت کوتاه به طریق احمدی دانش میگن بسیار به طور مسخره و مضحکه
این سرزمین گرفتن، هر چی خواستن بر مردم جاری کردن، لیکن گفتن اون که همراه شدن این عیب است راست دیگه، یا که گفتنی که ما اعتراف یعنی اصطلاح شد، یعنی غصب شد. بله. در همون زمان یک ترنتف، یک دانشمند روس کتاب دارد، زویوان سرید اصطلاح سیمن خودش میگوید، مورخ روس خودشون اعتراف میکنن. دوم شما وقتی که بین شهر توشکند میگیرن، وقتی شهری خود در شهر خوجند 8000 آدم کشته میشود، آماری رسمی 8000 آدم در یک روز در خوجند کشته میشوند. وقتی ما میگیم که یا که اون واقعه کالسکی به سر جدیدانی بخارا آورد، چقدر روشنفکرای ما قتل شد، چقدر دانشمندان ما قتل شد. این شما همین دیروز سخنرانی که پرزیدنت ازبکستان کرد، اون در اون سخنی تاریخی رهبری یک کشور، یعنی این بی‌حرمتی با اون 8000 فقط شهید شهر خوجند است. شما اینجا ما جنگ سمرقند است، اینجا جنگ زیربلاخ است، این جنگ تاشکند است، جنگ چیمکент است، هزارها جنگ دیگر است، هزارها نفر ما کشته دادیم. چه خیلی اینو بگید. یعنی تاجیک‌ها مقاومت کرده بودن برای سرزمینشون، 100% مقاومت کردن. کجا بودن؟ جایی که به جنگ تسلیم شدن، اما یک مقاومتی بسیار. بعد شرطنامه صلح است، هم خیوه بست، هم قوقند بست، هم بخارا شرطنامه بستن، شرطنامه بعد جنگ. اون دوستانی معروفی که در نزدیک نو جنگ شد و امیر مظفر وقتی صدای توپ شنید ازارش بوله است گریخت. یا اگر سخنی احمدی دانش درست باشد میگه که در ازارش حتی ترک کرد. این جنگ بود. البته ما جنگ بای دادیم، ما خیلی عاجزانه جنگ بای دادیم، اما این اصطلاح بود. بعد به دنبال اون از بطنی همین روسیه و روسیه پادشاهی اون بلشویزم برآمد که اونم یک بلای دیگر بود. اگر شما موافق باشید بلای دیگر. با وجود این که وقتی که این انقلاب به اصطلاح شما میدونید که امروز دیگه در روسیه و انقلاب نمیگویند، در روسیه رسما اون یک تبدلات میگن. حادثه فوریه سال 17 انقلاب میگن که پادشاه سرنگون کرد، اینو میگن تبدلات که حکومت بلشویکا به دست گرفتن. و شما میبینید وقتی که در اینجا این حادثه سر شد، در تمام آسیا میانه را چی فرا گرفت؟ حرکت مقاومت فرا گرفت. و بعضی ها شما گفتید که میگویند خب نگاه کنید ما هنوز در زیر سایه اون زمان باقی مونده و ما باید بگویم متاسفانه که در قیاس با ازبکستان، در قیاس با ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان، ما زمانی حکومت روسیه و زمانی شوروی هنوز از نگاه علمی و از نگاه منافع ملی ما هنوز بررسی نکردیم. روشنفکرانی که امروز استقلالات تمجید و تعریف میکنند در برابرش این گپ میگن که تاسیس همین تاجیکستان، یعنی یک کشور با نام تاجیکستان که نصیب ما در این بین چهار کوه شد، خدمت همون بلشویکا بود، خدمت بلشویسم بود که ما به این دولت رسیدیم. اگر اونها نمیشیدن همچین کشوری وجود نداشت. همین انجام تا کجا صحت دارد استاد؟ نکته یکم این که در اول سخنی که اینا میگن که زواد و فابریک ساخته شد و رای آهن. من درباره زواد و فابریک برای شما بگم که زواد و فابریک برای اینها ضرور بود که به خودشون نیاز به پخته داشتن. رای آهن به خاطر آن نساختن که تاجیک و ازبک در درون کوپه شینن چای نوشن، به خاطر آن این ساختن که این ثروت برده شود و راه ارتباطی با این قسمت باشه، یعنی جزء قسمت خودشان شد. درباره تاسیس تاجیکستان نگاه کنید. سال 1920 وقتی که خیوه و بخارا سرنگون شدن، یعنی حکومت‌های خانی و امیری، در اینجا جمهوری خوارزم و جمهوری بخارا تأسیس یافت. و در اینجا شما در عصر 19 و تا ابتدای عصر 20 ما در آسیا میانه جنگ هم خیلی جنگی که جنگی قومی باشد بین تاجیک و قرقیز یا تاجیک و ازبک یا ترکمن و تاجیک، خیلی جنگ نداریم ما. چرا؟ چون اینا همشون موافق به اسلام زندگی میکردن، یعنی مسلمان بودن و مسلمان با مسلمان جنگ کردنش اجازه نبود. حکومت شوروی در اینجا برای چی جمهوری مختار ساخت؟ جمهوری یعنی جمهوری ساخت به خاطر اینکه تقسیمات نفت گذارنده شود. این اتحادی مسلمانی در بین این یکم خواستار خود حکومت شوروی بود. اتحادی مسلمانی، چون حکومت شوروی شما همین خودی حکومت شوروی سال 1990 اعتراف کرد که در قانونش در اون آیین‌نامه‌اش یک بند بودش، اگر اشتباه نکنم بندی 6 بود یا چند بود، میگفت که هر کمونیست باید ضد دین مبارزه و نه اتئیست باشن. اینا وقتی دیدن که در دنیا شرمنده شدن، این اول برداشتن در خود زمان شوروی. بعد این حکومت دین ستیز بود. باید انگیزه دینی یا یک اتحادی که در اساس دین باشد در بین مردم باید وجود نمی داشت.
برای خود تقسیمات حدودی ملی گذراندن. اما تقسیمات ملی حدودشون چه خیلی بود؟ طوری که به خودشون پسند بود. خودشون چیزی که خودشون می‌خواستن. شما می‌دونید که سال 1920 یکم این که این حکومت سیطره و حکومت زبان فارسی را در آسیا منع برهم داد. یعنی چون زبان امیر بخارا زبان فارسی بود، اینا زبان ازبکی را کردن سال 1920. دوم وقتی که تقسیمات حدودی گذراندن به همین آخر گفتن به یک ولایت تاجیکستان هم تاسیس دهیم. ولایت بود گپ. بعد خیلی دیگرها مبارزه بردن. ببینید درست جمهوری تاجیکستان، جمهوری مختاری تاجیکستان سال 24 تاسیس یافت. اما شما فکر نکنید که اونا به خاطر محبت، اگر اونا به خاطر محبت میکردن این خیلی سراسیمه میگذراندن وفق آمار رسمی، بعد میدیدن کی برتری دارد از نگاه فرهنگی، از نگاه نفوذ، بعد یک تقسیمات میگذارن عادلانه. یعنی ما رو نپرسیدن، تقسیمات گذراندن. شهرها ما میدونیم از ما بیرون موندن، منطقه های زیاد بیرون از تاجیکستان موندن. نکته دیگر، اونهایی که میگویند که اینها برای ما دولت دادن، گوش کنید، اینها در کجا برای ما دولت دادن؟ همین کولابا، همین غرمه، همین حصاره و همین مسجاه و پنجکنت و اوراتپره به هیئت تاجیکستان دادن. مگر در اینجا کی زندگی میکرد؟ همین بابای من زندگی میکرد، بابای خودت زندگی میکرد. اینا مگر تاجیک نبودن؟ یعنی در ملکی ما با ما ملک دادن. من میبیام حدود خانه تو رو یک هکتارش 80 سوتیقش میگیرم، 20 سوتیقش میگم که 20 سوتیقش برای خودت به نام خودت میکنم. ما تشکر میکنم دولت تشکر خیرت تو هست در سرزمین خودی من می آمده است، زمین میگرفته است، بعد برای من یک قسمتش میداده است، میگه است تو در حیات خودت نه، در حیات این. بعد دیگر نام زبان ما دیگه میکرده است، از فردوسی عجم زنده کردن بعد این پارسی تا تاریخ انقلاب فکری بخارا استاد عینی نوشتن خوانید. استاد عینی وقتی که شعرش می‌نویسه میگه من هم وقتی جنگ شیعه و سنی رو تصویر میکنه در سال 1910 میگه من همون شب روز همه غمگین بودم که نظریه همون حالت خودم با یک شعر با زبان فارسی بیان کردم. استاد عینی سال 1918 اینها میبیان میگن که نام زبان شما فارسی نیست، زبان شما تاجیکیه. اینا میبینن میگن که شما در همین حدودی که ما گفتیم پایتخت میسازید، جمهوری میسازید، پایتخت در همین دهه که من گفتم در همین دهه میسازید، شما شهر ندارید. شما خب الفباتون این الفبا میشن، بعد از نیبو شما دادرشون شما فلان محصولات میکارید، یعنی چون برای ما پخته درکار شما پخته میکارید. من از نگاه سیاسی حق ندارم نام جمهوری ما گذارم، من از نگاه اقتصادی حق ندارم هر چی که میخوام بکارم. بعد نکته دیگر، هر کس که دعوای سیاسی کرد در اون سالها در آسیا ترور کشته شد. هر کی 4 حرف میدونست کشته شد. هر کس صاحب زمین و ملک بود ملکش گرفته شد و اون یا تبعید شد یا کشته شد و مهر دشمنی خلق با او زده شد. ما بهترین فرزندان ما، بهترین چهره های فرهنگی ما در این سالها کشته شدن. کسی برای این حکومت شوروی خدمت کرد، حاجی بایف کشته شد، نصرت الله محسوم کشته شد، شیرین شاه کشته شد، چینار امام کشته شد. کسی که خدمت کرد کشته شد. شما کجاشو تعریف میکنید؟ آخه ببین اصلا گپ دست این است که یک گروه از جای ما وقتی که میبینیم در استقلال امروز گپ میزنن، از استقلال تمجید میکنن، همزمان میگن شوروی کشوری خوب بود، کاش برهم نمیخورد. همینجا تناقض چی است مثلا از نگاه یک تاریخ نگار؟ من بیام بگم که این استقلال نعمت است، کاری خوب است، ولی کاش شوروی از بین نمیرفت، کاش بولشویک‌ها از بین نمیرفتن. اگر شما یاد داشته باشید، من به یادم است وقتی که این حادثه ها شروع شدن شوروی برهم خورد، یکم شما برای من گوید که شوروی رو ما تاجیک‌ها برهم دادیم. شوروی را 4 تا رهبری کمونیستی، شوروی را همون اربابان حزب کمونیست، خودی کمونیست ها و رهبرانی همین حزب این شوروی را برهم دادن. یکم. دوم، شوروی را اگر ما برهم دادیم در اوکراین که شوروی برهم داد، در کافکاز که برهم داد، در بلاروسی که برهم داد، در ترکمنستان، این گپ یک مسخره است. بعد دومی که ما وقتی که انتقاد میکنیم از شوروی، دادر جان این گپ رو من از پیش خودم نگفتم. حکومت شوروی 3 اصلاحات بزرگ داشت. یکی اصلاحات از نگاهی یعنی گفت که باید یعنی تمام زمین‌های کشاورزی باید چی شوند، یعنی با نام کلخوزی. در این کلخوزی میلیون ها آدم کشته شد.
و گفتن که خطا بودین. آخر انقلاب فرهنگی یعنی از تغییر الفبا تا دیگه هر چی کاری که خواستن کردن. خب نکته دیگر اون ترورهای سیاسی. بعد وقتی که میگن که وقتی که این انقلاب شد، یکی از داعیای انقلاب در برابر لنین تروتسکی بود. تروتسکی را بخارین کشت، بخارین کامینف، با کامینف و زینووی و یک نفر دیگر یگودا را که بریا، با بریا را این. بعد ستالین مرد، ستالین خروشوف سیاه کرد، خروشوف چپا کردن، گفتن که این یک آدمی ابله بوده است، یک حاکمی نادان بوده است، زمانش گفتن زمان نادانی. بعد اومد خروشوف، برژنف 18 سال حکومت کرد، زمانی خروشوف گفتن زمانی کرختی بود. او دو نفر دیگه اومدن، اندروپوف و چرنین، که اونا هنوز به یادشون اومده بود که اونا مردن. این گورباچوف اومد گفت که اصلا همش باطل بودن و خودش برهم خورد. خودی حکومت شوروی تاریخ حزبش ببینید پر از اونا خودشان میگوین. این گپور ما از یگون ارشیوی بابایی. بعد نکته دیگر در مهد این حکومت، یعنی در روسیه امروز این دوره تیره و تور میگوین. تمام سیاسیون روسیه، درست سیاسیون امروزی روسیه تاسف میخورن که ایمپری عظیم از دست دادن، اما کدام کشور جنگیده برام؟ خود اینها سال 1991 وقتی که نخواستن، همون یکی از رهبرانی همون زمانی یکی از چهره‌های معروفی اون زمانی سال 90-91 سالجینیتسین، من با یادم از دانشجو بودم، گفت که این آسیای میانه یک روده زیاتی روسیه هست، این باید دور، روده که میبرن وقتی اپندیکسی، گفت این روده است، اینا گیرید دور اندازه. تاجیکی که من به اندیشه من تاجیکی که گریه میکنن برای اینکه شوروی برهم خورد، واقعا یک کاری باور کنید دلیر جان مسخره. خدا رو شکر که برهم خورد. من و شما با زبان خود ما گپ میزنیم. در کشور ورزشگری ما امروز میرود پرچم تاجیکستان رو برمیدارد. ما در کشور خود ما با همه کاستی ها و با همه کمبودیایی که داریم یک کشورچه داریم. خدا رو شکر میکنیم. من فکر میکنم که تاسف و گریه کردن برای اون نظام که مولانا یک شعر دارد میگه آن قدح بیشکست و آن ساقی نمان، آن قدر بیشکست که هیچ باقی نمان. و دیگر دولت با این همه عظمت، با این همه نیروی نظامی خودش نتوانست دفاع کردن. این خیلی کشور بود که خودش نتوانست دفاع کردن. رهبراش خودشون گفتن ما استعفا میدیم. عیب تاجیک چی؟ ما چرا خب ما شادی نمیکنیم؟ ما جسارت شادی کردن نداریم. حداقل غم نخوریم. ما استقلال پیدا کردیم. خدا را شکر. خب استاد، در آخر میخواستم خلاصتون را در این موضوع بگوید که چی کار کنیم و چی باید کرد تا نسل امروزه ما بخصوص جوانان در شناخت تاریخ، در شناخت همین واقعیت های تاریخی، مخصوصا اصطلاح در این زمانی که این موضوع بعد آنکه روسیه به اوکراین حمله کرد خیلی چیز تون می شود و زیاد در این موضوع صحبت کرده می شوند، چی کار کنیم که جوانان ما به سرچشمه های اصل، با اطلاع دقیق خوب مسلط باشند تا همچون یک تاجیک، یک نفرانی که هویت دارن، یک ملتی با عزت، یک ملتی با شرف در هر موقع هر شرایط بتونن از خود دفاع کنن و یک زندگی آزادانه و آزاده داشته باشند. میدونید دلیر جان، من اولین چیزی که آرزو دارم در تاجیکستان ببینم این است که در زمان یونان، اگر اشتباه نکنم شاید افلاطون گفته باشد، یکم باید قانون گرامی داریم. من و شما همه شهروندان کشور از بالا تا پایین یکم قانون باید که در کدام کشوری که قانون ارجمند است، در اون کشور که انسان ارجمند است. در کدام کشوری که قانون خواره، انسان خواره. یکم. دویم، ما باید کی میگفت که یک شاعر که جانی من عالم دیگر گشت تو همان هستی همان. ما زمانی رسیده است که باید اندیشه ما بازتر باشد. آبیشخوری اندیشه ما رو باید وسیع کنیم، ببینیم که دنیا در کجا هست، منطقه رو ببینید. و نکته سوم این است که ما باید از تک اندیشی، یعنی از فرد اندیشی رها شویم. باید در نکته های کلیدی، ما باید بر سر نکته های کلیدی، من جانبدار یک حزبم، شما جانبدار دیگر حزبید، این برادر ما ابوبکر جانبدار دیگر حزب، ما باید بر سر ارزش ها باید بحث نکنیم. استقلال، تمامیت ارضی، مثلا من دولت دنیوی میخواید دنیوی، یعنی چیزی که اینا ارزش ها هستند و میراث فرهنگی. باید بر سر اینها ما باید، ما شاید من فکر کنم که راه ما این است یا راه ما آن است، فرق نمیکنه، ما گوشه را، اما باید بر سر ارزش ها باید بحث نکنیم، بر سر استقلال، بر سر زبان. و
نکته چهارم این که ما بر این باور باید باشیم که صرف نظر از همین محدودیت ها، صرف نظر از همین کمبودی ها و کاستی ها، استقلال نعمت است. سال 60 شما بخونید در افریقا کشورها چقدر انسان ها کشته دادن. این برادرای کردی ما رو ببینید چقدر تیکه و پریشانن، تعداد اینها از ما بیشتره. باید این استقلال ما مثل گوهری چشممون پاس داریم. صرف نظر از اینکه ما در کدام مقام، یک چیز فراموش نکنید، تاریخ آن طوری که هست همون گفته می شود. شما شاید امروز از من خواهید درباره شما یک کتاب نویسم و شما رو تمجید کنم، اما همزمانی من میدونم من این کتاب برای چی نوشتم. شما برای من یا پول دادید یا من به خاطر این باید ما فراموش نکنیم. تاریخ آن طوری که هست بیان می شود. جوینی وقتی که تاریخ نوشت، محمود تارابری گفت این یک جادوگر بود، اما امروز ما محمود تارابری قهرمان میدانیم. سربداران در اون زمان میگفتن اینا جنایتکارن، امروز ما با وجود سربداران افتخار میکنیم. تبری مقنع میگفت که نرشخی مقنع میگفت این آدمی خاک بر سرش این آدم، اما امروز ما مقنع میگیم در مقابل عرب جنگیده است. ما سپیتامین، شما چی فکر میکنید که سپیتامین یونانی ها داشتن ندادن، اما با نام سپیتامین مدال داریم. واسعه وقتی که میبردن از بلجیوان توسط حساب میبردن به بخارا، در نامه‌ای که همون همراهی چی بود، این یک دشنامه‌های بسیار قبیح دادگان که اون دشنامه رو من گفتن نمیتونم، واسعه فلان فلان. امروز ما با نام واسعه ناحیه داریم، با نام واسعه ما مثل مجسمه داریم. فراموش نکنید، یعنی خائنان امروز قهرمانان امروزن. تاریخ شما چی خیلی خواهید نخواهید، آن چی که هست همون گفته می شود. به این خاطر ما باید بدونیم که تاریخ قضاوت میکنند. در قضاوت ها تاریخ بسیار شدید است، بسیار بیباک قضاوت میکنه. به این خاطر ما طوری زندگی کنیم که باید فرزندان ما شرم ندارن. فرصت کتاب خوندن نداریم، اگر فرصتی ورق زدن کتاب‌های تاریخی رو نداریم، من فکر میکنم صحبت استاد یک صحبت خیلی مفید سری وقتی بود در این موضوع. همیشه از سرچشمه‌های معلومات بگیریم که اونها حق را گفتند و درست را گفتند. این برنامه کتاب خوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید.